گوسپند مریضی بگو که مریضم که تو ببرم به شفاخانه حیوانات. اگه مریض نی وقت مرض بخوری مثل میت چیز نکو بخور یک چیز میدی خرت پرت چیزی. سرگی این گوسپندیه این گوی. یک دقیقه چوب کن که نجبات منه چوب کن خوبه دار نزنی. سلام جیگره گولمه. جیگره خوبه بخیر هیچی دیگه زنگم نمیزنی از خبرم نمیگیری دیگه این کار خوب نیه دیگه آستان تمیق داره. زنده باشی جیگره من قد بالا ما به دلتو شه امال جاتو خیلی باشه خود گوسپند گم بزدم. همین گوسپند ما که کالی نیه گوسپندی که شغال پارسال دومه کلیر به جویده بود. همین گوسپند همین تماشون ناجوره مثل ما و تو همین تبخول خرج نداره. ما گفتم من حالا سعی کنم از این پرسان کنه که خرج از این به خیر خوشی کی شروع میشه که بیا اصلا پینا خور بگدشه به روی زمین کل ان حالی چه کار کنی گوسپندی که گفتی من میپم بیار دیگه. آها او مریضم گفتی ما چون ما تو فرمان بگذار تو چی باقی به تو گوسپندی بیارم کوکی دیگه چند روز تو سر بشه که دیر شما. راست مریضمه یا بیمریضه؟ این معلوم من گوساله گو سرگیر بیارم گوساله گو سرگیر مبلغیه چون خوب وقت ناجور کنی کی ناجوره؟ یار نپرسیدم از او که ناجوره نیه همینجا به پیش ما مخ کرده او هم به خیالم پینا خلونه بگدشته به زمین من برم بپرسم از او اگه ناجور بود اگه ایچی به ایچی خب چشم قطع نه بابا با خیلی دقیقه وردی ها زنده باشی سلامت باشی خوبه باشه برو من گوساله بپرسم سعی کنه اگه ناجور نبود اگه میارم خوبه سیه چشم من که وعده کردم برای تو که به تو گوساله چی گوسپند نمیارم مفته برای تو ما که داریم 6 7 تا گوسپند داریم گو داریم گوسالگه که یا گوسپند به تو میارن دیگه چی میقد تا بالا ما به تا جیگر تو شه جو خور دارم میگم دیشب که نه پریشاوا همین پریشاوا که بیامونم مادر تو خیلی سختی بده هر چه کلا و مالتا کوکسده سیبا کوکسده بیاورده به پیش من بگیده شما که خوبا آوردم این بچه این گندار از کجا بچینده بیاورده خداحافظ میاره گپ زیادی نباشه خداحافظ به امید دیدار خوبه چشم خوبه خداحافظ به امید دیدار خداحافظ قد بالا و دل من راست میگه من امزاد ما که حق داره شو بجی گفتم با تو گوساله چی گوسپند نمیارم این کن آجاره تو که حیوانی کنی اگه حیوانی بگو حیوانم خو حیوان گب زده مریض یا نه مریض اینو گوساله میبرم یاری گوش کش به تو چی میگم سرگی بیا کتر بابا میدم با نزبات خطور جمع میکنه بیتر تا جمع خودم نگه که جیره با دیدی یعنی دیلک جان اشتیان جان جیره ای بار بیا که گوساله رم میکنه ای بار بیا بایه سلامت کار میکنی رفه
همه گساله ما ببرون رقیف بدون به نزبات خو نه بابا. حالا ما ماستون خود گپ زنون چون گسپنده ما اونجا گایه گسپنده ما یکی ناجوره انا ما گفتم ناجوره نبرم من این گساله ببرم به نزبات خو خوب دیگه گیلن. یعنی گوساله به نمزاد خوب بفروختی؟ بفشیدم نه دیونه پس چیکار خب کردی؟ ما گوسپند داریم گو داریم مثلا این گوساله هم داریم ما به جو گفتم که شما گوسپند گو نداریم ما برای تو یک گوسپند میارم با او گوسپند دیدم ناجوره گفتم ناجوره نبرم مال زنگ زد به من گفت اگه نه چیز کو بردار بیا گوساله ما ببرم تا مفته بودم به خود جمع میکنه کتشه انا اول به خود که دیگه بیرفشو با به خود بره طلا بخره گیلن یعنی پیار تو اینا خبر دارم خانواده خبر دارم که نوزباددار شدم من نه که می گوساله رو ببری بدی به نمزاد خوب نه خب ما خیلی گو داریم گوسپند داریم دیگه یعنی پیشدا اینا پیشدا پیار مادر خوب میبرم میدم از باز خب من خیلی مایم او با من میگه تو به قطع بالا تو به جیگر می یعنی گیلا اوته که میگی یعنی راست میگی گردن ما بند باشی نیه گوساله که ارزشی نداره نمزاد هم ارزش داره بفهمیدی گردن ما بند امی پارسال گیلا نه ما به نمزاد که گوی شیری بردم مفته خودگه کل خرا گوی شیری ارزشی بیشتر یا نمزاد دادم گو شیری تو که ای که یک پیره چیزیه ای که ارزش نداره او بر کل خرا بس که چی جا گوساله بیا امی تو میری تو هم همین رنجا من سر خودم کامیرا بریم گله شو بیا گوساله بیا برو گلی 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 تو ادم بیا کدوم بیا گلی جو برو گلی جو گلی گلی برو که گلی تو میبونه میدم زن خوب بده رفته بیا ایته بیا گلی 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 کشکو بیا جو بیا گلی جو بیا لنگ خود پاس کو دیگه لنگ تو به گورش بیا بیا شوخی مسخرگی نکن گوساله گلی جو رو گلی گلی باش بیا شکار گیلم جو کجا بخی؟ کجا بخی؟ سن دو مجو خیر خیریت بیا چی گپوه؟ کجا بخی رازی طرف آدم سلام و تیر میشه می کجا ببری؟ چی؟ گوساله می کجا ببری؟ بیا گوساله میره بده نیلیلا تومات خسیر بره آبا این ناجوره نه این می کجا ببری؟ از ما و شما تیارتره این می کجا ببری؟ ایر بیاردم به لیلا ایر با نمزاد خوردی؟ بله ای بیتر یا نزباد من یعنی گیل اگرستی می گیل با نمزاد خوردی؟ ها مفته به پولم نه یعنی آنوله میفهمم که تو نمزاد خور خیلی می واقعیت خیلی می جانم او هم خیلی مهمه واقعیت خیلی می او خیلی او هر که زنگ میزنه به من میگه تو قطع بالا تو به تجیگر من و من قطع بالا ما به تجیگری نیه گیلا پیار تو چی گفتن که ایر بردشتی آوردی اینجا گو؟ از چی؟ از این که تو ایر بی آوردی اینجا گو چی نگفتن پیار تو؟ پیار من خود خبر نداره زاد یک دم دیدی پیار تو میر بابال پیشکش حساب کرد نه خب پیار من خبر نداره این ما طرف خود آوردم مفتکی پیار تو خبر ندارن خود تو واقع دیر آوردی پیار کردی خود تو گالی اینجا بی آوردی با پاس میای پیار تو میبره دیگه چرا بابره خب میبره دیگه پیار تو خبر نباشه یا اپیش خود خبر داشتی بیا میبره پاس رو میذاره میبره یا نمیبره کجا میبره یا گیلا پیار تو من میشناسم میبره با پیار خو میگفتی میبره من نمزاد خو میدم والا ما گاو گوسپند داریم ما خود بیاردم نزبت خو بدم کجیر به چه همسای ما با تگما به نمزاد خو گاو شیری بردم این چی ارزشی نه امر خوشحال کرده که اینجا ما نمزاد خو گوساله آوردم دو سه پیار هم خبر نداره ببر گورا ما ببر پیار خو اجازه بگیر با بردار بیا حالا تیر بسته میکنی ده دقیقه بعد میاد سر صدا میکنه اگه بچه سر به خود بیا مدیر واکد بیاورده به شما شوخی کردم یا میگم فدای سر گیلا اگه قاعد تا دل بگو شوخی کردی یا نه لیلا بگو دیگه ما برام یا بستم تو برو به سارا بران خوشی تو اینا میگه ها نون پخته دارم برو از اونم خبر بگیر اگه برو میجا بسته میکنی میجا بسته میکنم برو نجه کی با ما مقطع بلد من نجه نمیجا گیلا برو بیغا باید باسکل بسته که نجه یک وقت با باسکل بسته که خرطه پرید کنه نمیجا همین تو درخت بیتاره با باسکل بسته که یک دم نجه یعنی گیلا تمام مقدار سر دل در یک دم میگه بزین اینجا بسته که یک دم میگه بزین اینجا بسته کانه باش ما هم وقت نمزاددار بودیم چی بردیم میزنن کاخو میگفتم رخ بیار اینا رو از دروغ میگفتیم صبا پس صبا اونا
غریب میداده میجسته میرتم برات کار آنی ایر میگم نامزاد داری سیکو هنوز عروسی نکردن وقت بده زن خو گسالی آورده برو تو سیکو کنم چیکار کنم نونو بخته شو ایشتا بچه بیاقل نافهمه چی رقمه چیکار کنم خودی از این چی زنده روزه لا حول ولا چکار مامان امروز خودی خود خوب گپ میزنی ولی بچه نافهم خود دارم خودی بچه خود شما گپ کنجگان میزنم نیه خودی او داریم دیوانه شدم لا دست ازی چرا مامان امروز چکار شده پاک دیوانه شدم بیا آمده به خوره به سفید نخورم که گساله بردم و نامزاد خود دادم گساله گساله را چطور به نامزاد خدا میگه دادم بردم به نامزاد خود دادم همین تا گساله به نامزد خدا دادم ها مامان امروز بله. بعض از امی خصوص خشوع هسته که امی دومادا خور که بفهمم الا یا تختکم یا ساده او تشویق میکنن که برو اخونی پیار خود دوزی کو بیار به ما بده این تا آدم ها پیدا میشه به فکر از این نیم که بعد یا مثلا امی آدم چیزی داره یا نداره راست میگی رمضان بعد خسر خوشی می رقم هسته راست میگی برارمه مامان امروز یک چیز دیگه همین گساله که بچه شما ببردید مثلا به جمع پیشکش حساب میکنم یا پول به شما میدم چی رقمه برار جامی تو مفته ببرده و نامزاد خود داده مفته بله ها یار عجب آدم ها یک گناه به چی شما نیه به چی خونه دانیم گناه از همین پس از خسور کی خوشوه بودم؟ بچه از خونه؟ خسور خوشو دو تخته رسیال کجا میری میشه به عجله میرو که گساله رو بیارم وای وای شما اول بعد به فکر این میشدیم وقتی که بچه خود نمزاددار کرده بودیم از جای نمزاددار میکردیم میگشتیم خونه و زندگی منطقه سعی میکردیم که آدم کلاوردار و آدم دو تختی نمیبود راست میگی نفهمیدم رمضان شما امرو که ایتنا صبح که عروسی کنه دیگه چند را خونه شما خواب بوجیا برنج سربسته و بشکار و غنر هم خواب بود تا خبر شیم دست تو را با دست بگیرم و دل دارم که من پس بگیرم تو آهو بره ننم شکاری تو آهو بره خورد السلام علیکم وقتی جیجان خود خودت میکنی شتنی جنجور خیریاتی دیگه پایه سر قراریه مامان روز بله صبح گله که دیدم ها با گساله رو واکده بود که ببره بزن خوده نافهم بیعقلی میفهمی خیلی آدم بیعقلیه ایشته آدم بیاغله خب بیعقلیه دیگه 20,000 گساله اشته تو میبیری و نوزاد تو میبیری میدی این بیعقل نیه نافهمی نیه خوده نکده حق بیده بود چند وقت دیگه هم جمع میکرده بود کلونتر میشد میفروخت پولای میبود میداد میقدش بالی پیشکش خود که سوار دستش مون پیش میشد چه کار کنم دیوانه شدم که که دست تو مامون اورید گله که به این رقم عادت ندیم او را مخته نکنی او نصیحت کنی او بفهمونی اینا که از اون مالی به ریش کرد، گساله ببره به خسر خوشو خوب بده سبا روز فرش تا خونی شما جمع خو که خوب همین تو خسر خوشی گوشنی داره همین تو رو پیش میکنم من میگم برو گساله بیا چی بیا چی بیا چی تا پیر مادر فرق داره اگر یو برف گفت شما باشه نه برف گفت خسر خوشو خوب باشه چون شما نخوره نروسی نه میرو حال کجا میری که گساله بیارم